درود بر شما همکاران ارجمند. در دست من زردشتنامه. هفته قبل این کتاب رو من ویدیویی نه ولی طریق نگاشته ها معرفی کرده بودم. این کتاب واقعا هم شایسته معرفی است. مؤلفش عطاالله موجب الله از رکناباد پنجکنت باستانی است. خیلی تاسف میکنم که عضو اتفاق نویسندگان نیست. از شورای اتفاق نویسندگان تاجیکستان خواهش میکنم که حتما این استاد را به عضویت بپذیرند. چرا؟ در طول 20 سال عمرش تمام سرچشمه های غرب و شرق را مانند فردوسی به هم آورده جمع کرده بود. در 400 صفحه با نظم ناب زندگی نامه زردشت را تهیه کرده است. از تولید تا به مرگ خیلی کاری بزرگ است. در حوزه ادبی تاجیکستان من گمان میکنم که این کتاب ماندگار است و بسیار شاعرانی هستند که حالا زنده اند ولی در صحنه ادبیات مردند. به قدری استاد باید ما برسیم و هر چیز زودتر از رسانه‌های خبری استاد عطاالله موجب الله را ما باید معرفی کنیم. تاسف میکنم حالا ما نخورده ایم، تنها من کتابش رو معرفی کرده ایستادم. معلم خیلی انسانی خاکسار هستند. بار دیگه تاکید میکنم که در رکناباد، دهه رکنابادی گمان میکنم جماعتی وارو باشد در شهر پنجکنت هستند. بیا بخوانید. اگر نه ما هم وریانت الکترونی برای شما تقدیم میکنیم و باز حالا من امکان دارم که با 100 نفر مخلصی اشهدی زردشت به پول این کتاب رو از نام استاد تقدیم کنم. سلامت باشم.